خب با سلام مجدد دوستان، ببینید اون دیس اینم لیوانه، یه دونه لیوان گذاشتیم اون زیر صخره. ارتفاع تا این بالا هم یه چیزی هولوش 80-90 سانت میشه. عرض بزرگ که حالا میایم این وسیله اینجا روشنه و گینش رو یکه. شروع میکنیم به سنس کردن. ببینید جاهای دیگه هیچ بوقی نداره، اینجا محیط کاملا سنگه. خب حالا گین سیستم رو میبریم روی 4. یه بوق کاملا واضح. خب حالا وسیله رو میذاریم اینجا. خب حالا میریم پایین و اون لیوان رو از اینجا در میاریم. این لیوان رو اینجا در میاریم، میذاریم این بالا. خب این لیوان این بالا، اونم جای خودش و از دوباره عمل سنس رو انجام میدیم. ببینید خلاص شد دیگه، هیچی رو نمیزنه. این گین 4 به راحتی حتی بالاتر هم میتونیم بزنیم، یعنی تا اینجا به بالا می آوردیم به راحتی لیوان رو سنس میکرد تو 1 متر و 20 سانت 30 سانت. امیدوارم که موفق باشید.